16 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 21:40 راننده автомашинаи тамғаи مرسدس بنز رسولوف شهریار کریموویچ سال تولدش 2001 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از سمت کوچه زیبونیسا به سمت محله میرزوبک از حوزه اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد مادوماروف اکرام سال تولدش 2003 ساکن نویه رودکی را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 16 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 12:10 راننده اسکوتر نورماتوف عبدالمومن سال تولدش 1958 ساکن نویه شهر توس هنگام حرکت در دهه سلطان آباد از حوزه اداره اسکوتر نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به واسطه نقلیات تمغه گاز 53 بابا مرادوف تورنظر سال تولدش 1969 ساکن دهه ینگ آباد برخورده است. در نتیجه راننده اسکوتر نورماتوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافر اسکوتر خالماتوف تویر سال تولدش 1971 ساکن نویه مذکور به سلامتیش جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد.